الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هموطنان و همه نفرایی که حاضر داریم. اولا میخوام این نداری خدمت بیان کنم باعث افتخاره که امروز ما در حلقه نفرانی هستیم که جان انسانیت برای او ارزش دارد. در حلقه نفرانی هستیم که امروز ظالمی را دیدن بالای مردم خود کنار نگرفتن و دارن سخن میکنن، برای آزادی مردم تلاش میکنن، برای آزادی دین خودشان تلاش میکنن. تشکر زیاد به همتون. مخالف شدن ما ای از مستی ما نیست. البته هر یک ما میخواهیم که در داخل وطن خودمان آرام در نزد اهل عائله خودمان باشیم یا زندگی آسوده داشته باشیم. نه که رژیم امروزه، سیاست رژیم امروزه ما را وادار کرد که ما به همین طریق دست بزنیم، در اینجا بیایم سر صدا کنیم. الله را شکر امروز نفران زیاد هستند که صدا میکنند، برای آزادی تلاش میکنند. در چشم مردم تاجیکستان بالاخره ما یک شعله امید میبینیم. امروز صدای شما بود که بعضا نفرایی که زندانی بودن عکساشون امروز نیست در این بین، بعضا خواهرها و مادرها بودن که آزاد شدن، ای صدای شما بود، ای کوشش تلاشای شما بود که بعضا برادرها را امروز ما رسمشون در این میدان نمیبینیم، به خاطری که اونا آزاد شدن، به خاطری که شما صدا بلند کرده و اون جرمی که از طرف رژیم امروزه زده بودن به همه شما آزادانده‌ها، شما را تروریست اکستریمیست که اعلام میکردن، اسنادایی که اونا پیشنهاد کردن به دولت‌های دیگر، به سازمان‌هایی که پیشنهاد کردن قبول نشدن. چقدر که امروز می‌بینیم حزب نهضت اسلام قبول نکردن تروریست بودنش. حزبی را که در یک شبانه روز تروریست اعلامش کردن، حزب تروریستی اعلام کردن در داخل تاجیکستان. گروه 24 همچنین سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان، وطندار، آزادی، عدالت، دیگر سازمان‌ها هستند، گروه‌ها هستند که برای آزادی تلاش میکنند. هرچند رژیم امروزه کوشش کرد، سعی تلاش کرد، نه که در کجا اونا را قبول نکردن. این هم سببش اولا لطف الله، بعد صدای شما است. اگر که شما امروزه صدا نمیکردین، شاید رژیم امروزه با مکر حیله که کردگی بود اونا را عملی میکرد. تشکر میکنیم به همه دولتایی که امروز برادرای ما که در اونجا هستن پناهندگی دارن، اونا را قبول کردن. تشکر به اون سازمانایی که کوشش و تلاش میکنن، اونا هم برای آزادی مردم وطن ما، به همه اونا تشکر زیاد. لیکن متاسفانه در بعضن حالتایی میشود که از طریق کمپانی‌های لوبیستی که هسته رژیم امروزه راحت میوه به بعضن دولت‌ها، به بعضن سازمان‌ها اونا را مبلغ گذاری میکنن که به این مبلغ رژیم امروزه با بالای مردم ما چکار میکنه؟ ظلم ستمش دوام میده. از همون مبلغایی که شما میگذرونید، از همون باز بالای مردم ظلم میشود. امروز رژیم امروزه مردم ترس میده که ما خطر از بیرون داریم. مردم شما ترسونه، از فلان جاش طالبان میدرن، القاعدهش میدروه، یگان کس نمیدروه. خطر اساسی در داخل خود کشور ما است. این رژیم امروزه است. حادثه‌های سال گذشته را میدونید، ماه سپتامبر. امروز با بعضن جوانای دیگر را برآوردن علیه ما، اونا را ضد ما تیار کردن و خودشون تماشابینند. اونا را ضد ما کردن، با میخواهند که یک جنگ شهروندی کنند. ما از همین نقطه، از همین میدان یک چند ماه پیش به شما گفتگی بودیم که ای مردم تاجیکستان، به وعده‌های این رژیم، به افسانه‌های رژیم، به سفسطه‌های اینا باور نکنید. ای پیش ما را خونریزی و نگاه داره، از پیش مشکلات‌های زیاد داره، لیکن متاسفانه گوشواره کار گرفته. ماه سپتامبر دیدین چقدر هموطنای ما قربان سیاست رژیم گذاشته شدن، فقط به خاطر یک کرسی را دست ندادن. چقدر هموطنای ما قربان سیاست شدن که اینا را از همین نقطه، از همین میدان با شما گفته بودیم که از پیش چی انتظار است. متاسفانه گوش ندادیم. حاضرم دیر نشده است، حاضرم خطر هست. چیزی که رژیم امروزه میخواه یک جنگ شهروندی در داخل وطن باشه تا که اینا کرسی خودشان با مستحکم بگیرن نگاه کنند. از همه هموطنان خواهش میکنیم، از همه هموطنان که چی در داخلن چی در خارج، امروز وقتی رسیده است که هر یک شما با صدا بلند کنید، کنار نباشه. در این مشکل هر یک نفری که خودش کنار میگیره بی‌ناموسی است. تقدیر وطن حل میشود، تقدیر یک ملت نه. در وطن ما بسیار ملت ها هستند، برادرای ازبک هستند، قرغیز هستند، روس هستند، تاتار هستند. تاجیکستان
هر یک نفری که در تاجیکستان زندگی میکنه او باید برابر حقوق باشه و حق داره که وطن خودش دفاع کنه. از همه شما خواهش کنار نیستیم و امروز صدایی که ما میکنیم اینا انشالله که به اثر نمیمونن. راه یگانه راه این انقلاب است، این تبادلات است و ما امروز هم هدفهای ما معین هدفهای ما که ما انقلاب میخواهیم، تبادلات میخواهیم و انشالله سرجم همه کسا ما را در داخل وطن خودمون صدامون بلند کرده و رژیم امروز را سرنگون میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.